پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته‌اند: زمان‌های فرا می‌رسد برای امتان من، برای جماعت من، برای آنهایی که مرا پیروی می‌کنند، آنهایی که به من ایمان می‌آورند، آنهایی که خود را مؤمن و مسلمان می‌نامند. امتان من، زمانی که نماز به طور درست خوانده نمی‌شود و زمانی که در هر طرف بناهای بلند پهن می‌شوند، زمانی که آدمان در هر چیز به نام الله پای هم قسم می‌خورند ولی قسم خود را می‌شکنند، زمانی که آدمان یکدیگر را بسیار لعنت می‌کنند، پرخوری و زنا بسیار پهن می‌شود، آدمان نسبت دنیای آخرت به اهمیت می‌شوند، آدمان آخرت ابدی خود را با شکوه و حلاوت این دنیا عوض می‌کنند. آدمان دنیا پرست می شوند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: اگر شما این زمانها را دریافتید، نجات بجویید، نجات بجویید. از همه آنها راههای نجات را پیدا کنید. این آسان نیست، ولی ما باید از همه اینها دوری بجوییم. بسیاری از جوانان مرا میپرسند که چرا اسلام همه چیز را حرام 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 میگوید؟ این فکری غلط است. اسلام همه چیز را حرام نمیگوید، ولی وقتی که در اطراف این قدر فاسقی و ناجایزات موجود است، به نظر آن گونه میرسد که گویا در اسلام همه چیز حرام است. از بس که ما در زمان زندگی داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم آیدش گفته است که گناه ها به طور خیلی آسان عملی میشوند و خاکساری از بین میرود. این به آن آورده رسانیده است که جان آدمی خیلی به قدر شده است، ارزش آن گم شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما گفتند: آدمان نماز را به طور درست نمیخوانند. نماز آدمان ارزش خود را گم میکند. نماز 5 وقته خیلی با شتاب خوانده می شود، بے پروایانه خوانده می شود. نماز برای آنها مهمیت خود را گم میکند. اگر در سر راه پول باشد، آنها نماز را در وقتش نمیخوانند.